جهان امروز به ریسمانی باریک آویزان است و آن ریسمان روان انسان است. یونگ معتقد بود چیزی که انسان رو بیمار میکنه صرفاً فقدان تعادل شیمیایی نمیتونه باشه، بلکه فقدان معناست. معنایی که در ذهن انسان مدرن کمرنگ شده. روان نژندی رنج روحیه که معنای خودش رو گم کرده. اما کشف عامل معنوی در درمان شاید آخرین چیزی بود که علم طب مایل بود بشنوه، چون طب خودش رو علم محض میدونسته، متکی بر داروهای شیمیایی و فرمول‌ها. به گفته یونگ معنا برای علم چیزی خیالی و بیهوده بود. او در تجارب بالینی خودش می‌نویسه افراد زیادی از کشورهای مختلف برای مشاوره نزد من اومدن و در میان تمامی بیماران به خصوص آنهایی که بالای 35 سال بودند حتی یک مورد نبوده که مسئله‌اش یافتن نوعی نگرش دینی و معنوی به زندگی نبوده باشد. زندگی‌های مدرن بیش از اندازه منطقی شدن. ما دیگه فضای نمادین نداریم. نقش‌های مقدسی برای زیستن نداریم. فضاهای نمادین همون آیین‌ها و مراسم‌ها هستند. همون ارتباطات انسانی، پیوند با طبیعت و ارتباط با خدا. چیزی که تو دنیای مدرنیته و شلوغ امروز گم شده. یونگ این چیزهای نمادین رو دین یا معنویت مینامه، ولی نه الزاماً به معنی مذهب، بلکه هر چیزی که انسان رو برای دقایقی از جهان مادی رها کنه و به زندگی انسان معنا بده. اما در اینجا مانعی وجود داره که یونگ اون رو خیلی مهم میدونه. مانعی به اسم ایگو. ایگو همون من روزمره است. اون بخشی که میگه باید کنترل کنم، باید منطقی باشم، باید قوی باشم. ایگو برای زندگی لازمه. بدون ایگو نظم نداریم، مسئولیت نداریم. اما مشکل از جایی شروع میشه که ایگو میخواد همه چیز باشه. یونگ معتقده که اگه ایگو رو همه چیز بدونیم، به اون شفای واقعی درون از طریق معنویت نمیرسیم. ایگو در واقع خدمتکار خوبیه، اما ارباب بدیه. و اگه ایگو نذاره ضعف‌ها رو ببینی، نیاز رو حس کنی یا نتونی به چیزی بالاتر تکیه بدی، اون وقت روحت خفه میشه. در نهایت یونگ در تمامی تجربیات بالینیش به این نتیجه میرسه که معنویت کلید شفای روانه. روح هر از گاهی نیاز داره که کنار بره تا جا باز کنه برای معنا، دعا و سکوت. اگه این تجربه ها نباشن، انسان در دنیای شلوغ امروز به بیهودگی و پوچی میرسه.